ما سیاحت را از کشوری خود آغاز میکنیم. چون این از شعار لایحه ما و این لایحه در همکاری با کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرد و عین زمان ما در نزد دروازه شرقی شهر دوشنبه قرار داریم و هدف از نمایش ما پیش از همه جلب نمودن به سیاحت عمومی است و ما امروز نوسان را باز به همین گونه سیاحت جلب میکنیم و ما نیت داریم که به شهر نورک یعنی به شهر انرژتیکو سفر کنیم. اشتراکچیان ما خوانندگان صنف‌های گوناگون مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه هستند. به عین زمان یک قطار اشتراکچیان لایحه گوناگون تلویزیون بارستان است همراه ما هستند و شما در رفت نمایش با اینها شناس میشید و در رفت نمایش با منظرهای تماشاگاه شهر نورک نیز شناس خواهید شد و البته همه آماده هستند و ما راه پیش میگیریم به شهر نورک و در این سفر شما ما را همراهی نمایید. مرحبا. طوری میدونید سفر ما به شهر نورک صورت میگیرد. به یک سوال عمومی کی درباره شهر نورک یگان معلومات دارد؟ از سال 1960 تأسیس یافته هستم و در ولایت ختلان جای گرفته هستم. چون که ما میدانیم در شهر نورک نرگاه برقی آبی کلانترین در جمهوری جای گرفته است که به نام تورسون اوجابایف می باشد. در شهر نورک اولین بار سال 1961 به نقشه گرفته شده است. سال 1972 نرگاه برقی آبی نورک اولین اگریگاتش به اتمام رسیده است که و سال 1979 باشد اگریگات آخرین آن به اتمام رسیده است و حاضر باشد چون که ما میدونیم کار میکند. خیلی خوب، تشکر زیاد. بچه‌ها باز کی درباره اگریگات ها این نورک معلومات دارد؟ من گفتن میخواهم که بلندی سربندی نیروگاه برقی نورک 300 متر میباشد. موضوع بانو، ما شنیدیم که شما کتاب های زیاد خونده اید. این راست است؟ بله، من کتاب های نه اونقدر زیاد خوندم. همگی در عموم کتاب های خوانده شده من 200 عدد کتاب است. 100 عدد کتاب رو شما مطالعه نمودید و چون که به همه ما معلوم است این زمان در کشوری ما آزمون جمهوری فروغ صوبی دانایی جریان دارد و می‌خواستیم بدونیم که آیا شما خود را برای اشتراک در این آزمون نسنجیدید؟ از خود باوری دارم و در این لایحه آزمون اشتراک کردن می‌خواهم. خب شما در کدام بخش این آزمون خود را نام‌نویس نمودید؟ من در این آزمون در بخش کلاسیک خود را نام‌نویس نمودم. خیلی خوب. شما گفتید که کتاب‌های مطالعه نموده‌تان به 200 عدد میرسند ها؟ هم به 200 عدد میرسند ولی نه همشون کلاسیک هستن، هم از ادبیات جهان و هم ادبیات معاصر بچگانه نیست کتاب‌ها مطالعه نمودم. از بین همه اون کتاب‌های مطالعه نموده‌تان بیشتر کدامش به شما پسند است؟ بیشتر کتاب‌های مطالعه نموده من از همه‌اش بسیار جامع الحکایات محمد عفی بخاری و من خیلی پسند است چون که به نهایت حکایه‌های خوب دلپسند و در ذهن آدم زود جای می‌شود. تشکر زیاد. مادام که شماره کتاب‌های مطالعه نموده شما خیلی زیاد هستند یعنی 200 عدد هستند، آیا همه آنها در ذهن شما جای گرفتند یا که نه می‌شود وقتایی که آنها را فراموش می‌کنید؟ می شود که وقت‌هایی که فراموش می‌کنی ولی اگر باز تکرار کنی اما چیزا باز در ذهن آدم است. همه آن 200 کتاب‌هایش در شما هست یا اینکه از هر جا مطالعه می‌کنید؟ از هر جا مطالعه می‌نمایم، مخصوصاً از کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان ابوالقاسم لاهوتی و از کتابخانه محله. همین طریق صحبت کنان همه به سمت شهر نورک روان شدند. مسافت از پایتخت کشور شهر دوشنبه تا اینجا قریب 70 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و آن توسط نقل ختلان صورت می‌گیرد. گروه ما را در نزد نشان ملی نصب شده جوانان و نورسان شهر نورک با شادی استقبال نمودند که برای هر کدام اشتراکچی سفر شادی آور بود. معلوم که آمدن ما را می‌دانستند. حتی آمدن مهمانان ما را با 3 زبان شادباش گفتند و همراهشان رقص و سرودخوانی هم کردند.
به خاطر 20 مارس روز نوروز بین‌المللی که با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت محترم امام‌الله هم گشوده شده است همگی در مدت 3 ماه مردم نورک ساخت این مقدسات است دوست را در خانه خود مرحبا گفتن خوش است گردی او پروانه گردیدن پذیرفتن خوش است نوری دیده تاجی سر کردن قدومش را بجان همچو غنچه پیش راهی دوست بشکفتن خوش است خوش آمدید мehmonони азиз. Дорогие и многоуважаемые гости, добро пожаловать в наш гостеприимный город, город дружбы народов и энергетиков Нурек. Пользуясь случаем, хотим пожелать вам счастья, здоровья и благополучия. Добро пожаловать, дорогие гости! Dear guests, we are glad to see you in our town of Norak. We believe that the development of tourism in our town will be improved with your visit. Welcome to our town. Welcome, dear guests! سفر از تماشای مجمعی رمزی دوستی خلق‌ها آغاز یافت. و ببینید توجه کنید در اطراف همین نشانه‌های 15 جمهوری سابق شوروی حاضر همین ما به خاطر که این تاریخ است نگاه داشتیم از نو تعمیر کردیم برای آمدن جناب عالی و هر سال همین نیروگاه برقی نورک تعمیر میکند در اون وقت میبراید مسکلال میکنن نوردا داریم توزیع میکنن رنگ میکنه رنگ با این خاطر است که مهمانا مخصوصا از سابق اتحاد شوروی میبینن ببینن که اگر همین نباشه میگه مهنت ما رو مردم توجیه قدر نکرد یا جای ساختیم نه که امروز میگه ما رو پرتوفتن این جای منطقه استراحتی ما است یعنی مردم نورک نه تنها کار میکنن باید استراحت هم میکنن اکنون برای چی مخصوصا در شهر نورک دو نیروگاه شد در اون سیمون کلانترین شد مردم نورک از اول آرزو میکرد که همین شهرش نامدار شود خلقش کارگر باشد گشنه نباشد تشنه نباشد به مردم خدمت کنند نور دهد روشنایی دهد انا این کوی ما حاضر نور نام دارد انا کوی نور است و کوی که نشون میبینید اون کوی صندوق است همین قدرت دست آدمیزاد ببین که دو کار پیوست کرد هم در ما بود که کو با کو نمیشه آدم با آدم در ما برعکس شدگی است کو با کو رسیدگی است ولی ما میریم اون میبینیم همین کو تو اومده مردم عرب عصر هفت این کوفان اشتر نام داشت تاجیکا اینا کوفان اشتر از اون طرف نگاه کنید همین کوفان اشتر است و دیگر بابای ما گفتن که نور که باشد نورک اصلا مکانی انار است شکل ویران شده در زبان تاجیک مکان انار است و ما باغ به نهایت انار بسیار داریم از اون طرف که جناب عالی چندی مراتب رسماش نشون میدیم تلویزیون تماشا کرده و امروز ریسپوبلیکا بغیر از ریسپوبلیکا انار تعمیر میکنن و دویم دستاورد نورک این ماهی است با نام ماهی مشهور است تمام میامی دوشنبه کجای روی میگن نورک یک ماهی خرید روی بسیار ماهی به مزه دارند ما حتی از نیروگاه تا 35 کیلوش با 60 گرفتیم یعنی یک ماهی که 35 کیلو وزن دارد بله من اینجا جایی که خانه که میتوان اینجا شما خیلی من به یاد دارم همینجا قلعه نورک بود نورک در وقتش در دوره تاریخی که گفتم 2500 3000 سال دارد 7 قلعه داشت همین قلعه ها با یکدیگر علاقه داشتند من خواننده صنف دهم به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 میباشم محمود و سعیده. تشکر زیاد. سعیده بانو، تأثیرات اولین شما هنگامی به نورک آمدن؟ من از دعوت شما خیلی خوشحال هستم که زیرا این شهر نورک خیلی هم شهر زیبا بوده است. از پذیرایی مردم این شهر نورک ما هم خیلی خوشحال شده ایم.
تشکر زیاد. در آینده کی شدن میخواهید؟ من دو کسب رو انتخاب نمودم، آموزگاری و راه بلند. خیلی خوب. آیا شما میدونید که برای راه بلد شدن باید سراول تاریخ کشور و هر یک منظره جمهوری رو باید دونید؟ آیا شما در این باره خبر داشتید؟ بله خبر دارم. عینی ها باشد من آموخته ایستادم تاریخ کشور خودمان رو و میخواهم که در آینده به آرزوهای خود رسم. واقعا طوری گفتن ما در جای قرار داریم که این یک نشان فخری است، هم رمز دوستی خلق است و هم رمز آن است که همین نیروگاه برقی آبی نورک امروز یکی از کلانترین نیروگاه برقی ما است. بله با قوه همین دوستی خلق با قوه کارگران 15 کشوری حیات اتحاد شوروی ساخته شده است. من به شما یک سپارش خیلی خرد دارم. حاضر همه یک تاب میخورید، دور میزنید، نشان ها رو میبینید. اول کنی میابید که نشان جمهوری تاجیکستان در کجا است، چگونه هست، نشانی که در دوران اتحاد شوروی. و دوم که نامی درستی 15 جمهوری رو به ما میگوید. یکم که نشان تاجیکستان رو یافتید؟ بله. در کجا است؟ در بین کدام نشان ها که میگن؟ در بین استونیا و در سر آن است که در بیشتر همین نشان ها نام مملکت و فکرم که درج نیافته است. خوب، در بین نشان جمهوری استونیا و نامعلوم اوش نیافتید کو. و انا همون نشانی که میبینید خیلی و با حجم کلانتر است و این نشانی خود اتحاد شوروی است. و 15 تا که شد یک کس راهبر میشد که یا نمیشه؟ بله. اگه تو اودیت انا کی نام 15 جمهوری رو میگه از بین شما؟ تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، لاتویا، روسیه، استونیا، بلاروسیا، 8 تا، اوکراینا، 9 تا، یک تا پریبالتیکا نگفتید؟ از کافکاز از کافکاز نگفتید. لیتوا نگفتید؟ گرجستان نگفتید، ارمنستان نگفتید، ترکمنستان نگفتید، آذربایجان نگفتید و مالداوا نگفتید. من این 15 جمهوری بودند و ما ادامه خط سری ما من قصر فرهنگ قصر فرهنگ بنز مرحمت سرخانه میریم. مرحمت بیاید. مرحمت. در حبسوی آثارخانه شهر نورک انا این سنگ عظیم دقت همه را جلب کرد. این سنگ نیز تاریخی دارد. همین سنگ تاریخی که در نجم ما و شما ایستاده ایم سال 1967 باید 2 می از تگی من همون بینایی که حال ساخته شده است، بینای ماموری نیروگاه یا که پایین تگی سربند همین تازه کرده میگیرند و گرد همین امانال میمونند، میخواهند که ترک کنند. نخی برداشت نمیشد که و همین امانال میمونند. لاریسا واسیلیونا گفتن دخترک از لنینگراد اینستیتوت پلیتکنیکی تمام میکنند و با کمسمال و شهر نورک روان میکنند و نیروگاه نورک روان میکنند. و نزد رئیس شهر بایمیزار شکرف میدراید میگه که من همینجا روان کردم. بایمیزار شکرف میگه من یک واقعه تاریخی است، اینا باید سیامکا میکردن ترکاندنش. تو این وقت مردمی تاجیک فکر میکرد که همین تگی دریا وقت دریا خوش کرده بودن، پیش دریا با تونل دیگر طرف گردن خوش کردن، خیال میکنن که بی تگ است، تگ ندارد، دیگر گپا میزدن. همین سنگ برآورد، همین سنگ خلار میرسوند. امانال یعنی برای ترکاندن طور کردی بودن. موادی ترکاندن. منم میرم گفت. رئیس گفت که مرحمت روی میبرم. رفتن دیدن همین دختری که لاریسا واسیلیونا تکلیف اومد که همین نترکونه. این از قعر یا عمق دریا گرفته شده است. چون که مردم یک عمر میگفتن که این دریا وحش است، وحشی است، تگ ندارد و دیگرها. من همینم نسل آینده یعنی ما و شما رو نشون بدیم که از تگ دریا من همین یافتیم. ما مهندس که سوینارد بود میگن آخه کار ما قفا میزند. دور شوروی همه کار از اون نقشه بود، ساعت و وقتی معین داشت. میگه که رئیس شهر وقتی با امضا شکر التماس میکند که همین تکلیف دخترک، همین انجینیر دخترک که نو اومده قبول کار 3 روز قفا میزند. همینم برداشته تشکیل میکنن آورده همینجا برای ما و شما میمونن. من همین خاطر تاریخ دارم. همین لاریسا واسیلیونا که یعنی معلوم است که چقدر ترکیب این سنگ مستحکم است که در وقت مواد ترکنده رو حتی استفاده بردن ببینید نکفیده است. انا به همین خاطر آورده همه جا موندن که ما ببینیم که از تگ خود رفته ما اونجاش نشون میدیم نمیبینید تگ هم سربند همین از همین تگ سربند آورده. اینا 3 روز برای همین آوردن
ҳамон давр ки иқтидорҳо буду техника буд овара ҳамиҷа монда ки насли оянда бинад ки аз таги дарё аз таги сарбанд чӣ ёфтӣ донофаҳмо беҳтарин осорхонаи шаҳри Норак бозгӯи таърихи дирӯзу имрӯзи ин макон аст ва аз тамошои он сайёҳони наврас маълумоти бештареро гирифтанд. шомали ба осорхонаи дӯстии халқҳои шаҳри Норак. Осорхонаи дӯстии халқҳои шаҳри Норак соли 1980 кушода шуда. Ин осорхона сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Норак ва шаҳри Норакро дар бар дорад. Мамнун. нақшаи генерали Амударё ки дар инҷо нерӯгоҳҳои барқии хурду калон дар ҳудуди Тоҷикистон ҷойгиранд ва онҳо ба Амударё мерезанд. ҳамиҷа я илова кардания ҳамин дарёи вахш ҳамагӣ 365 километр дарозӣ дорад. Он дароз нест. дарёи 365 ина медонас ки дар ду шохоб мебиад сурхоб ва фингоб камсамолободи пештара ҳозир дар банд ҳамиҷа якҷоя маша вахш мешад дар дарё 5 ҳафта мерасад ҳамин дарозии ҳамин 365 километр аст. дар ҳамин 365 километр аллакай 11 нерӯгоҳи амалкунанда рафта истодааст. дар ин раз қишлоқи Норак мебинем ки пеш аз солҳои сохтмон Норак бо ҳамин таърих усул доштанд. Норак соли 1960 унвони шаҳриро гирифтанд ва соли 1961 сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Норак ва шаҳри Норак оғоз гардиданд. аслан ба хотири геси Норак шаҳри Норак пайдо шуд. макети заводи ЖБИ соли 1979 кушода шуда. Ин макет дар вақти сохтмони Норак бо арматур, шағал, қум таъмин мекарданд. махсан геси Норак дар назар дорад. Табархургон бороварии гурӯҳи Табархургон аввалин таркише ки дар сарбанд шуданд бороварии ин шахс буданд ки ин касо таркандачии беҳтарин буданд, дорандаи ордени Ленин, дорандаи шараф. 15 ноябри соли 1972 аввалин агрегат ба кор шурӯъ кард. макети аввалин агрегат. роғон там ки мешавад. Лекин роғон иқтидораш аз Норак зиёдтар аст. Норак дар 9 та хел агрегат бошад, роғон дар 6 та мешавад, я агрегати вай, ду агрегати геси Норак хос шавад. ҳамин тавр роҳбаладону кормандони осорхона дар бораи ҳар як гӯша ва ҳар як нигораи ин макон ба тафсил нақл мекарданд. пас аз тамошои осорхона иштирокчиёни сафари мо дар майдони марказии шаҳри Норак дар назди муҷассамаи Исмоили Сомонӣ аксҳои хотиравӣ гирифтанд. пас аз он роҳ пеш гирифтем ба сӯи бинои асосии нерӯгоҳи барқи обии Норак. инҷо сайёҳони наврасро бардошти таассуроти аҷибе интизор аст. дар инҷо аксҳои ҳастанд, суратҳои ҳастанд. таърихи сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Норак. рафти корҳои сохтмонӣ, бастани маҷрои дарёи Вахш соли 1966 маҷрои дарёи Вахша бастагиам. баъд ба воситаи туннелҳои сохтмонӣ оба
сар бурдагем. Инҷа сарбанди нерӯгои Норак, баландии сарбанд 300 метр. кашифи кутуби генерали иттифоқи шӯравӣ Брежнев ҳангоми сохтмони нерӯгоҳ соли 70 омадагӣ. Саршавии дарёи Вахш аз ду то дарё Шӯхо ва Хинго якҷоя шуда оғоз мегардад. Дарёи Вахш аввалин нерӯгоҳе ки аз боло қисмати боло дар дарёи Вахш ҷойгир аст эмбӯи роғун аст. Оли мисол агрегати якум ба истифода дода шуд. оғози мисол агрегати дуюм. баъд аз эмбӯи роғун бо ҳаст эмбӯи шуроб. ин дар лоиҳа ҳаст. рӯзи сохтмон оғоз гардидагӣ нест. баъди эмбӯи шуроб эмбӯи Норак ки мо инҷо қарор бурем. маркази идоранамоии нерӯгоҳ ҷойи асосие ки нерӯгоҳ аз ҳаминҷо идора карда мешавад. дар худи нерӯгоҳ 9 то гидроагрегат васл карда шудааст. тавоноии ҳар як агрегат 335, тавоноии панҷум агрегат 320, тавоноии умумии нерӯгоҳ 3000 мегаватт. прибори якуме мебинед 502 киловолт. ин шиддат дар шинаҳои 500 киловолт. прибори дуюм 1494, 1493 мегаватт. ин тавоноие ки дар 6 агрегат ҳозир истеҳсол шудааст. 5004 зудӣ 235, ин шиддат дар шинаҳои 220. дар худи нерӯгоҳ ду зеризгоҳ мебошад. зеризгоҳи 500 киловолт, зеризгоҳи 220 киловолт. ман назара алфия хонандаи синфи даҳибе муассисаи таҳсилоти моҳинаи умумӣ рақами 48 мебошам. ман як савол дорам ки дар ин нерӯгоҳи барқии обӣ чанд нафар кор мекунанд? айни замон дар нерӯгоҳи барқии обии Норак 770 нафар корманд кор мекунанд. метавонед гӯед ки аз ин миқдор нафарон чӣ қадари онҳоро занҳо ташкил медиҳанд? 153 нафарашонро занҳо ташкил медиҳанд. айни ҳол дар ҳамаи нерӯгоҳҳои барқии обии Норак занҳо ба ҳайси кӣ шуда кор мекунанд? дар нерӯгоҳи барқии обии Норак занҳо мисли мардо дар ҳама вазифаҳо кор ва фаъолият мекунанд. фарош дар соҳаи муҳандисӣ техникӣ кор ва фаъолият мекунанд. яъне дар ҳамаи он кору вазифаҳое ки дар ҳамин нерӯгоҳ ҳаст, яъне баробари мардон бонуон низ кор ва фаъолият мекунанд. бинандагони гиромӣ, чуноне ки худи шумо шоҳид гашта истодаед, айни замон мо дар маркази идоранамоии нерӯгоҳ қарор дорем ва биёед таассуроти ҳамсафаронамонро дар ин бора мефаҳмем. худро муаррифӣ кунед. ман хурмат устафар фикр мекунам ки ин ба ҳар кас муяссар намегардад ки то ин ки тонори мошинҳо нерӯгоҳ борад аз 9 то гидро генератор. айни замон аз 9 то гидрогенератор 6 таш дар ҳолати корӣ, 3 таш дар ҳолати эҳтиётӣ. агар лозим шавад ба шабака пайваст мекунад. тавоноии ҳар як агрегат 335 мегаватт, фақат панҷумаш 320 мегаватт. тавоноии умумии нерӯгоҳ 3000 мегаватт. тарзи кори чархаҳо ва истеҳсоли нерӯи барқ чунин аст.
منظره ساحل دریای بخش بخصوصا نزدیکی نیروگاه برقی آبی نورک خیلی خوشمنظره است و باید گفت که هر نفری که به اینجا به تماشا بیاد حتما از این مکان دیده میکند و حالا ما در استراحتگاه نزدیکی پل نیروگاه هستیم و بچه‌ها یک اندازه استراحت میکنن با اونها صحبت می‌کنیم و سپس ما سفر خود را ادامه خواهیم داد. در همین لحظه می‌بینیم که اندکی اشتراکچیان ما خسته هم شدند و ما امکان گفتیم که در همین نزد ساحل دریای بخش در نزد نیروگاه واقعا عظیم پرشکوهی نورک کم استراحت کنند بچه‌ها و ما گفتیم که با بچه‌ها در رفته نمایش صحبت می‌کنیم و این زمان شکرالله شمس‌زاده اشتراکچی لایحه تلویزیونی پروین است که تا دور سوم اومد و امیدواریم که در دور سوم غالب می‌باشد. همین خیلی شکرالله کی شما را به پروین آورد؟ ما را با لایحه پروین اما که همین اسبابی که شما دارید، همین اسبابی رو با بدخشانی این وقتا این را کی به شما پیشنهاد کرد؟ خودتان یا که یگان نفر دیگر؟ من شانس فیضلی. من در مکتب موسیقی نویه فیضلی میخونم و استادم ما رو شانس فیضلی با من موسیقی می اسباب داد. اما که لایحه پروین به شما چه خیلی اومد؟ دشوار، آسان چه خیلی؟ آنقدر آسان است. مهنت کردن در کار. مهنت. از سفر امروزه پسند آمد. من می‌بینم که شما علاقه خیلی مونده شده. شما حاضر میتونید که یگان آهنگ نوازید هم برای این بچه‌ها هم برای بینندگانی که شما رو تماشا می‌کنند. میتونید؟ منم. من خواننده صنف 8 گی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 میباشم. خب در محفل ادیبان نورس برای چی در این محفل اشتراک کردید؟ چون من والدین من پدر و مادر من آموزگار هستند، چون ذوق داشتم که حکایه بنویسم، یک چند حکایه خرد نوشتم و با این برنامه محفل ادیبان نورس که در باورستان در تلویزیون باورستان شده میگذارد در آنجا اشتراک کردم. خب اصلا با شما حکایه های شما بیشتر در کدام موضوع؟ حکایه های من بیشتر در موضوع های دوستی، حرمت کلانسالان، حرمت پدر و مادر و دوستی حیوان ها و دیگر موضوع جمعیتی می باشد. می گفتید که از سفر امروزه با خود چی تاثیرات گرفتید؟ از سفر امروزه که ما همه در اینجا بودیم و بینندگان هم دیدند، از ابیکتی استراتژی که ما دیدیم ما تاثیرات برداشتیم که حسی و تندرستی ما زیادتر گردید و ما دانستیم که خلق ما چقدر مهنت کش است و چقدر ما میتوانیم مثلا از آب برق حاصل کنیم و ما باز هم جوانبینی ما بیشتر گردید. ادامه سفر ما توسط نقب‌ها به بالای سربند و تماشای آبانبار بود.
بچه‌ها همین نقطه بلندترین نیروگاه است، یعنی بلندی سربند انا از در همین جا است و شاید شما در کتاب‌ها ادبیات درباره نیروگاه برق‌تاب نورک معلومات داشته باشید، البته درباره اقتدارش به شما گفتم. ولی من به شما یک سوال دارم. طوری می‌بینید اینجا نقب‌های آپارتو هم است، نقب‌های نقلیات گذر هم است. یکان جا خوردید که درازی همین عمومی نقب‌های همین نورک چقدر باشد؟ یکان بار خوردید شما؟ نه. توجه هم نکردید. بسیاری شما یکم موردی که در اینجا نقب هستن. بعد از خود متخصص پرسش میشه درباره نقب‌های هم آبگذر هم نقب‌های ماشین گذری همین نیروگاه. مهندسی به خاطر انشاءهای هیدراتکنیکی علیف میرزا علی. یعنی می‌خواستیم درباره اونها که درباره وظیفه نقب‌ها پیش از همه و درباره همون درازی همین نقب‌هایی که در همین نیروگاه هستن. وظیفه نقب‌ها ما گفتیم که هم استحصالی هستن هم یاری رسون. چون که شما گفتید هم نقب‌های من در اینجا میدگی برای انا مستحکم کنی انا اسنوان میگیم که اساسی سربند سمیتاسیون نقب‌ها است. انا نقب‌های استحصالی انا چون که گفتیم انا نقلیاتی و استحصالی. یعنی درازی همشون 36 اوما 36 کرد. میخواستم دونم که چون عین زمان مقدار آب دریا پست است، هنگامی که بلند میشه در آنجا به فکرم استراحتگاه ها ایستادن، هنگامی بلند شدن مقدار آب آن استراحتگاه ها را نمیپوشاند یا نه حجم عمومی آب انبار 10 از 5 کیلومتر مکعب برمیگیرد و سطح آن از سطح بحر در نقطه 910 جایگیر است. وقتی که آب بلند میشود، وقتی حالت مقرر را نشانه مقرر را میگیرد، استراحتگاه هایی که شما میبینید در اینجا آنها همچون پانتون ساخته شدن موافق آب میخیزند و بناهای گام ضرر نیست. یعنی هنگام بلند شوی آب آنها میخیزند و هنگام پاس شدن میشوند و حالا ببینید که سطح ماکسیمالی آب حالا در انمی وقتی که طبیعت علاقه حالا میگم که اول تابستان است نیست، در کدام وقت تقریبا همین سطح ماکسیمالی آب در اینجا بلند میشود؟ عموما تا 18 ماه اوگوست هر سال ما نشانه به نشانه مقرری آب انبار میرسیم. یعنی حالا خیلی فرصت است که آب انبار پر شود. حالا زیاده است، 46 متر ماندگی است. ماهای 18 اوگوست به همین ثبت میرسیم. بچه‌ها همین نقطه بلندترینی است که از همین نقطه خودی شهر نورک، یعنی تا اون مساحت شهر نورک نمایان است و از این طرف باشد دلکه ما نیروگاه رو می‌بینیم و همین خاطر هر نفری که با اینجا به تماشا میاد حتما در این مکان میاد، در این مکان البته رسم میگیرد. شما هم امکانی عکسگیری دارید و پس از چند ما تشریف کنندگان همین چهاربینی ما وعده کردن که ما رو در یک کاتر میشنونند و ما امکان داریم که در خودی آب انبار نورک نیست که سیاحت کنیم. به همین خاطر فرصت ما خیلی تنگ است. من باور دارم که ما تا آخرین نقطه‌ای که امروز به مقصد داشتیم میرسیم و یک تاثیرات خوب نیست شما خواهید برداشت. شما گفتید که خواننده صنف 8 هستید ها؟ بله. می گفتید که غیر از تحصیل در مکتب باز با یگان درس‌های علاوگی و اینکه یگان جای دیگر می روید؟ بله، من غیر از تحصیل مکتب باز به صفت والنتری در کمیته کار با جوانان کار و فعالیت بکنم. خیلی خوب. در آنجا شما در کدام محفل هستید؟ ما در آنجا در محفل پیروان پیشوای ملت می باشم. وظیفه شما از چی عبارت است؟ وظیفه ما در آنجا از هر گونه چرابینی ها و ترنینگ ها تشکیل کردن. خیلی خوب. همزمان به دیگران کمک میرسونید ها؟ بله. آیا شما میدونید که والنتیر بودن این شرف است؟ بله. با این فکر راضی هستید؟ البته. برای چی؟ چون که ما در کمیته کار با جوانان به صفت والنتیر کار میکنیم. غیر از خیر کردن هر گونه کارهای را اجرا میکنیم. کارهای آبادانی ها؟ آبادانی را اجرا میکنیم. بله.
تشکر زیاد. با شما موفقیت ها رو در جدای انتخاب نمودهتان آرزومندیم. بیاید سفر رو ادامه بدهیم. پس از تماشای بحر، اشتراکچیان ما در یک از استراحتگاه‌ها که نام چشمه را دارد کمی دم گرفتند. در رفت این سیاحت من با خود درباره تاریخ شهر نورک معلومات زیاد گرفتم. این سیاحت به من خیلی معقول شد و من میخوام که باز همسبقهای خود رو دعوت کرده از این سیاحت حلاوت برند. من شهر نورک را فقط در کتاب‌ها مطالعه کرده بودم ولی از نزدیک ندیده بودم. حالا باشد من شاهد همه زیبایی‌های شهر نورک گشتم. من درباره نیروگاه برقی آبی نورک شنیده بودم و امروز رفته از نزدیک دیدم و دیدم که کارگران آنها چه خیلی کار میکردن و از آن حلاوت بردم. من همراه می رفتم به نیروگاه برقی آبی نورک و شاهد آن شدم که در قطار مردها نیز زنها فعال هستند. من از تاریخ نورک پورا باخبر نبودم و از این سفری کرده خود به نهایت شاد میباشم و از تاریخ نورک پورا باخبر شدم. به من این منظره زیبا خیلی هم پسند آمد و من امیدوارم که ساکنان کشور ما نیز به اینجا به تماشا می آیند. بینندگان گرامی، اینجا سیاحت نوبتی ما در شهر نورک به انجام میرسد. یادوارم شد که این لایحه در همکاری کمیته رشد سیاحت نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صورت میگیرد و ما میکوشیم که پیوسته نورسان را همین گونه به سیاحت عمومی دعوت کنیم و گمان میکنیم که این سیاحت ما با شما نیز پسند آمد، زیرا همراه نفرانی که با ما بودند شما نیز از تاریخ شهر نورک، از تاریخ نیروگاه برقی آبی نورک شناس شدید و البته ما پیوسته میکوشیم که شما را همین گونه به سیاحت عمومی به گوشه‌های دیگر تاجیکستان دعوت کنیم. اینجا سیاحت نوبتی ما در نمایش سایر کشوری محبوب به انجام میرسد. تا بازدید. ما سیاحت را از کشوری خود آغاز میکنیم.